اخیراً در ساختارهای رهبری دستگاه مرکزی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و ریاست‌ها و شعبه‌های میلیشیا در ولایت شهر و ناحیه‌های گوناگون یکباره 25 تغییرات کادری به عمل آورده شد. روز 2 فوریه سال 2024 پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان کادرهای را که به وظیفه‌های مسئول رهبری کننده وزارت کارهای داخلی تعیین گردیدند به حضور پذیرفته از آنها خواسته است که صادقانه و از روی وجدان به خلق و دولت خدمت کنند و کمش دو زبان خارجی را بدانند. از میان این 25 تعیینات از جمله پلکوونیک غیرتچو مبارک شوزاده معاون وزیر کارهای داخلی، گنرال مایور رستم شفیزاده سردار ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت مختار کوهستان بدخشان، گنرال مایور حسین خلیزاده سردار ریاست کادرها و کار با هیئت شخصی وزارت کارهای داخلی، پلکوونیک پولاد نصوریان سردار اکادمی وزارت کارهای داخلی، پلکوونیک سید احمد محمد جانزاده سردار ریاست تحقیق، پلکوونیک حاتمزاده سید احتم به وظیفه سردار ریاست مبارزه با ضد جنایت‌های متشکلانه یا اوباب و پلکوونیک ابیب قهوری فرزند وزیر سابق کارهای داخلی، گنرال عبدالرحیم قهاروف سردار ریاست همکاری‌های بین المللی وزارت کارهای داخلی تعیین شدند. طوری از تغییرات برمی‌آید از گنرال‌های اخیر برکنار شده تنها سید نقش رحمانزاده که قبلا معاون وزیر بود به وظیفه سردار مؤسسه نقلیاتی وزارت کارهای داخلی تعیین شده است که هرچند وظیفه رفغانین است ولی برای نفر صاحب رتبه گنرال چندان بلند و شایسته به نظر نمی رسد. دیگر برکنار شده از جمله داماد وزیر گنرال شادی حفیظزاده و سردار سابق ریاست کارهای کادرها سهراب رمضانزاده که همگی چند روز پیش از افراد خیلی پرنفوذ در وزارت کارهای داخلی به شمار می رفتند به یگان وظیفه نو تعیین نشدند. منبع بامداد گفته بود که گویا از بالا چنین دستور شده است که آنها را دیگر به وظیفه های رهبری کننده پیشنهاد نکنند. در موافقه با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در وزارت کارهای داخلی اینها به وظیفه های زیرین تعیین گردیدند. از آن جمله پلکوونیک میلیشیا مبارک شوزاده غیرتچو به وظیفه معاون وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، گنرال مایور میلیشیا شفیزاده رستم به وظیفه سردار ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان، گنرال مایور میلیشیا خلیزاده حسین به وظیفه سردار ریاست کادرها و کار با هیئت شخصی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، گنرال مایور میلیشیا رحمانزاده سینخش به وظیفه سردار مؤسسه نقلیاتی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، پلکوونیک میلیشیا نصوریان پولاد به وظیفه سردار اکادمی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، پلکوونیک میلیشیا محمد جانزاده سید احمد به وظیفه سردار ریاست تحقیق وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، پلکوونیک میلیشیا میرعلیزاده عبدالجبار به وظیفه سردار ریاست تأمینات مادی تکنیکی و نظامی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، پلکوونیک میلیشیا قهوری حبیب به وظیفه سردار ریاست همکاری‌های بین المللی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، پلکوونیک میلیشیا میرزازاده جامی به وظیفه سردار خدمات شناسنامه‌دهی و بقیه‌گیری وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، پلکوونیک خدمت داخلی رحیمزاده دولتبی به وظیفه سردار ریاست طبی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، پلکوونیک میلیشیا حاتمزاده سید احتم به وظیفه سردار ریاست مبارزه با ضد جنایت‌های متشکلانه، پلکوونیک میلیشیا خالقزاده بهادر به وظیفه معاون سردار ریاست او نیز سردار قسم منطقوی ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلون عاید به ناحیه‌های کولاب، پلکوونیک میلیشیا محمدزاده دوران به وظیفه معاون سردار ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلون، پلکوونیک میلیشیا برهانیان عالمجان به وظیفه سردار شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر بختار ولایت ختلون، پلکوونیک میلیشیا حیدرزاده شیرعلی به وظیفه سردار شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر کولاب ولایت ختلون، پلکوونیک میلیشیا نظرزاده منوچهر به وظیفه سردار شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ناحیه یاوان ولایت ختلون، پلکوونیک میلیشیا سیدزاده ظفر به وظیفه سردار شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ناحیه کوشانیان ولایت ختلون، پلکوونیک میلیشیا ابراهیمزاده کمال‌الدین به وظیفه سردار شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ناحیه دوستی ولایت ختلون، مایور میلیشیا یوسفزاده عبدالستار به وظیفه سردار شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ناحیه ناصر خسرو ولایت ختلون، پلکوونیک میلیشیا شادیزاده جمشید به وظیفه سردار شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ناحیه شغنان ولایت مختار کوهستان بدخشان، پلکوونیک میلیشیا عبدالله سلیمان
با وظیفه سردار شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در نویه روشن ولایت مختار کوهستان بدخشان، پادپالکوونیک میلیتسیا کریمی رحمت الله رسولزاده با وظیفه سردار شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در فرودگاه شهر دوشنبه، پادپالکوونیک میلیتسیا قلندرزاده علی جان با وظیفه سردار شعبه وزارت کارهای داخلی در نقلیات ولایت سوخت، مایور میلیتسیا سمدزاده رجبالی با وظیفه سردار شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در نویه شهرستان ولایت سوخت، پادپالکوونیک میلیتسیا برهانزاده زاکر به وظیفه سردار شعبه رقم 2 وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در نویه رودکی. با نتیجه گیری از جلسه شورای امنیت جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت امامعلی رحمان در ملاقات با کادرهای نفت تعیین شده، تامین ولایت قانون، صلح و ثبات کامل، امنیت دولت، ترتیبات جمعیتی، پیشگیری از همه گونه قانون ویرانکنی، مبارزه با ضد قاچاق و معاملات غیر قانونی مواد نشه‌دار و ماده‌های پسیخوتراپی، خرید و فروش غیر قانونی زمین، پیشگیری شامل شوی جوانان به حزب و حرکت‌های افراطگرا، آشکار و پیشگیری نمودن همه گونه عوامل‌های خلل‌دار کننده آرامش و ثبات در مملکت و دانستن دو زبان خارجی را وظیفه هر کارمند وزارت کارهای داخلی نامیده است. او افزوده است که کارمندان مقامات حفظ حقوق باید پیوسته با مردم همکاری نموده عرض و شکایت مردم را بررسی نمایند، برای سر وقت آشکار نمودن جنایت و پیشگیری تمام شرایط و امکانات موجوده و دانش و مهارت کسبیشان را استفاده برده ولایت قانون را تامین نمایند. صادقانه و پاک وجدانانه به خلق و وطن خود خدمت نمایید، تاکید کرده است پرزیدنت در انتهای صحبت.